عرض ادب و احترام خدمت دوستان نظرداران، دوستان عزیز. تو محدوده اطراف آذربایجان شرقی هستیم. ببینید چشمه رو اونجا داریم، زیر این سنگ چشمه رو داریم، آب رودخونه و چشمه زیر سنگ چشمه است، رودخونه هم از بالا دستش رد میشه. خب حالا میریم بالاتر. اینجا رو ببینید، سنگ شاخصه خیلی خوشگل و زیبا. ببینید سنگ رو چجوری مهار کردن، سنگ به این بزرگی رو. اونجا هم چشمه. خب ببینید سنگ رو مهار کردن. دو تا سنگ خیلی کوچیک، خیلی زیبا به این سنگ به این بزرگی رو با اصول معماری مهار کردن. حالا بریم بالاتر. ببینید خیلی زیبا سنگ شاخصه. حالا میریم بالاتر. سنگ شاخصه بعدی، یه اسکنه روی سنگی که شاخصه کار هستش. این سنگ هم مهار شده، خیلی زیبا. سنگ شاخص، چشمه و ورودی کار که کاملا مشخص هستش. حالا با سیستم بوتوانتر ایکس پلاس ورودی رو دقیقا برای دوستان عزیز مشخص خواهیم کرد. امیدوارم که همگی پیروز و موفق باشید. محل ورودی اصلی رو تو فیلمشون نمیدونم، چون امکان داره اشخاصی باشن که این محدوده رو بشناسن. این کاربرای امنیت کاربران هستش. امیدوارم همگی موفق و پیروز باشید. در پناه خیر.